این سلطان یه مأموریت بهش میخوره و باید بره افغانستان، ولی وقتی برمیگرده به برادرش شک میکنه که ترتیب زنشو داده. رفقای گلم سلام. عذر ادب. سام و تامی با هم برادرن. اونا رابطه خیلی خوبی دارن. سام یه فرمانده ارتشیه ولی برادرش کار خاصی نداره و یه سابقه داره. پدرشون همیشه به تامی سرکوف میزنه و ازش میخواد اونو الگوی خودش قرار بده. سر همین موضوع موقع شام با هم بحث میکنن. فرداش سام میره افغانستان ولی تو راه هلیکوپترش سقوط میکنه و همه فکر میکنن اون مرده. بعدم فرماندهاش میان به زنش خبر میدن. گریس شب به برادر شوهرش میگه که سام مرده. اونم کلی ناراحت میشه. بعدم براش مراسم ختم میگیرن. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تامی ساعت 3 نصف شب زنگ میزنه به گریس و بهش میگه مشروب خورده و پولشو نداره که بده. اونا میخوان زنگ بزنن به پلیس. گریس هم میره پیشش و پولشو میده. تامی که مسته شب و همونجا میخوابه. صبح که بیدار میشه میبینه اوضاع خونه به هم ریخته است و نیاز به تعمیر داره. پس چند نفر رو میاره تا خونه رو تعمیر کنن. اینجا تازه میفهمیم که سام هنوز زنده است و اسیرش کردن. 2 ماه گذشته و سام و افرادش هنوز توی چاه اسیرن و هر روز شکنجه میشن. تامی با دختره برادرش رابطه خیلی خوبی داره و حواسش به گریس هم هست. اون برای خوشحال کردنش یه تولد براش میگیره. اونا با هم صمیمی شدن و یه شب دارن با هم درد و دل میکنن که این وسط یه سالاری بلند میشه و داستان کلن عوض میشه. بعدم همو میبوسن. اینجا جفتشون خجالت میکشن و خلیفه وارد بغداد نمیشه. سام هر روز بهترین دوستاشو جلوی چشماش شکنجه میدن تا اینکه یه روز یه لوله بهش میدن و میگن اینو بکن تو. نه یعنی مجبورش میکنن تا رفیقشو بکشه. اونم این کارو انجام میده تا اینکه یه روز افراد ارتش آمریکا حمله میکنن به این افغانی‌ها و همشونو میکشن و سامو هم شناسایی میکنن. بعدم زنگ میزنن به خونش و خبرشو به گریس میدن. سام از افغانستان بر میگرده ولی دیگه اون آدم سابق نیست و سختیایی که کشیده اونو یه آدم عصبی و پرخاشگر کرده. وقتی میره خونش میبینه که چقدر همه چی تغییر کرده. بچه‌هاش میگن عمو تامی این کارا رو کرده. یه روز که همه با هم میرن اسکی، سام به برادرش میگه نبودم خوب زنم و گاییدی. قشنگ گشادش کرده بودی چاقال. تامی هرچی میخواد براش توضیح بده اون قبول نمیکنه. سام با زنش هنوز نتونسته رابطه بگیره و تا دیر وقت تو آشپزخونه کسکلک بازی میکنه. اون با دختراش هم نمیتونه مهربون باشه و همش دعواشون میکنه. شب از زنش میخواد که واقعیت رو درباره تامی بهش بگه. اونم میگه فقط در حد ماچ و بوس بوده نه بیشتر. ولی سام نمیتونه باور کنه. یه شب برای یکی از دخترها تولد میگیرن. تامی با دوست دخترش میاد. وقتی دختره اون دوتا رو با هم میبینه کلی ناراحت میشه. سر میز شام صدای بادکنک رو در میاره تا بره رو اعصاب باباش که اونم میپره و بادکنک رو میترکونه و سرش داد میزنه. بعدم دختره بهش میگه برای چی زنده موندی؟ تو نبودی عمو تامی هر شب لنگای مامانم رو هوا میکرد. بعدم که همه میرن خونشون تامی میره خونه برادرش. باباشم زنگ میزنه به پلیس. سام میزنه به کسخل بازی و هرچی هست و میشکونه و به زنش میگه
میدونی من برای اینکه بیام پیش تو چی کار کردم؟ بعد تو اینجا داشتی جیندابازی در می آوردی؟ اینجا تامی میاد و میخواد آرومش کنه، ولی وقتی پلیسا میان کسخلش حسابی باد میکنه و میخواد خودشو بکشه، ولی خواهشو نداره. بعدم یه مدت بیمارستان بستریش میکنن. آخر فیلمم به برادرش زنگ میزنه و ازش معذرت خواهی میکنه و بهش میگه تو همیشه برادرمی. رفقای گلم، مرسی که تا پایان ویدیو همراه هم بودید. دمتون گرم. لایک و ساب یادتون نره. خیلی مخلصیم.